دیگر گفت السلام علیکم داملای محترم محمدالله جون. قاری اسماعیل از صلواتهاش خونه. قاری اسماعیل میبینی وقت شید میخونه، وقت نشید خونه در فیراتش که خونده هم میگیره صلوات. خب دیگر گفته است که السلام علیکم واعظ شیرین سخن، از شما ما بسیار مسئله ها را آموختیم و حقیقت دین را فهمیده ایستاده ایم و میخواهیم که آیت 84 سوره توبه را تفسیر کنید. خب آیت 84 سوره توبه را دیدیم از تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، روح البیان، انوار القرآن. خداوند برکت بده سوال دادگی را. از سوالی با خودمون ما خیلی چیزای نو فهمیدیم. آیت 84 سوره توبه در حق منافقین نازل شدگی است. از ابتدا البته در اوجه سخن‌ها زیاد هستند، اما وقت کوتاهی میکنه همین قدرش میگه که آیت 84 همین است که استعذ بالله ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صدق الله العظیم. این آیت نازل شد در حق اسباب نزول شد. اسباب نزولش همین بود که در مدینه منافقا بسیار بودند، در مکه مکرمه نه. در مکه مشرک بود، کافر بود، اما در مدینه منافق بود. یعنی همه که اسلام که قبول کردن مسلمان شدن، اون منافقا هم در بین مسلمان ها در آمدن میگفتن به خدا باور داریم، به رسالت باور داریم، پیغمبر، اما در دلشون نفاق بود. منافق اول بدونیم که کیست. منافق فی الدرک اسفل من النار، منافق در قبط پسترین گنده ترین دوزخ است. منافق از کافر 100 بار برتر است، 1000 بار برتر است. کافر این کار میکنه، ایمان اسلام همه را میدونش کافر یک طرفه، اما منافق چنان بزدل بدبختی هست که نه کافر است نه مسلمان. مسلمان که غلبه کرد درون نمیدونه. در مدینه منوره اینها زیاد بودن که سردار منافقای مدینه منوره عبدالله ابن ابی بود. عبدالله ابن ابی سرداری همون منافقای مدینه بود، سرکرده منافقا بدبخترین شون بود که همه نفاق همو در بین مسلمان ها پهن میکرد. منافق از دنیا گذشته شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به جنازه او شرکت کرد، اما فایده نداره برای منافق، چون که کافری به خدا و کافری به رسول الله جای دوزخ است. پیغمبر در جنازه عبدالله ابن ابی وقتی که حاضر شد، یگانه کسی که پیغمبر از جنازه خواندن منع کرد عمر بن خطاب. عمر بن خطاب به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد گفت یا رسول الله، این عدوی الله، دشمنی الله تعالی است، این در حق خدا و پیغمبر کذا و کذا فلان 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 گپ‌ها را میگفت، تو برای چی جنازه ای را میخوانی؟ حضرت عمر گفت، باز دویم بار تکرار که حضرت عمر که منافق نخوان جنازه شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله تبسم کرد، گفت که آیت هست که استغفار بکنی برای او یا نکنی. من مخیر هستم برای استغفار کردن، از 70 بار زیاد استغفار میکنم. بعدا حضرت عمر وقتی که شنید، حضرت عمر میگه که از گفتگی خودم به پیغمبر خدا من پشیمان شدم که این رسول خدا از من خوبتر بهتر میفهمد. پسر عبدالله ابن ابی منافق مردگی آمد پیغمبر گفت که یک کرتر به ما بده، گفت تو که کفن کنی بدبخته. پیغمبر کرتر قمیص بدر کرد. با چی خاطر؟ برای آن که حضرت عباس وقتی که نداشت بگید تیرش شد. کرته به ای عطا بکنید، از محبت و دوستداری رسول خدا را ببینید. تنی برهنه او را دید رحم شد. حضرت عباس یک کرته گرفتن به او پوشاندن. بعدی که این بدبخت مرد، آمد رسول اکرم گفت که همون کرته قرضی را گرداند پیغمبر با او داد. پیغمبر خواست جنازه را بخونه که حضرت عمر میگه که بعد اندک میگه جبرائیل وحی از نزد خداوند آورد، همین آیت جبرائیل از نزد خداوند آورد که ولا تصلی علی احد منهم، به یگان تای این منافقان جنازه اینها را نخوان.
هرگز جنازه منافق نخوان. ما تعبدن ولا تقوم علی قبره، بر قبر اونها هم نیست، در قبر اینها هم ایستاد نکن. پیغمبر عادت مبارک همی بود که جنازه را میخواندن به قبرستان میرفتن، در قبرستان در حق این میت با دعا میکردن. خدا امرش کرد که نه جنازه او را هرگز بخوان، نه در قبر اینها ایستاد بشه. خدا منع کرد رسول اکرم. به چه خاطر؟ انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کافری و خدا و کافری و رسول خدا هستند و ماتوا مردن و هم فاسقون و فاسق هستند. خدا همین آیت فرستاد منع کرد جناب پیامبر که جنازه منافق نخوانند. و شما ببینیم که پیش از نزول آیت پیغمبر منع کرد که جنازه بدبخت نخوان. پیغمبر او را گوش نکرد، آیت حق نازل شد. گپی حضرت عمر قوی کرد خداوند جل جلاله که منافق هرگز جنازش نخوان، بخسر قبر او هم نره استاد نشه، در حق دعا نکن، چون که دعا برای او فایده ندارد. بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قفا گشت ایستاد، دیگر تا زمانی از دنیا گذشتنش جنازه یگان منافق رسول خدا خواندگی نیست، نخوانده بودند. یگان منافق جنازه رسول اکرم نخواندند. در زمان پیغمبر منافقا بودند، در زمان صحابه هم بودند. یگانه کسی که منافقا را همش رسول اکرم که با معجزه میدانست، یگانه کسی که از این سیر آگاه بود حذیفه یمانی بود. حذیفه یمانی را میگفتند صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم، صاحب اسرار پیغمبر صلی الله علیه و سلم حذیفه یمانی بود که حذیفه یمانی را پیغمبر فهماندگی بود تنها و تنها، چون که سیر دل پیغمبر غیر حذیفه یمانی دیگر صحابه نمیدونستند. زمانی که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه شد، بعد خلیفه شدنش هر کسی را که جنازه‌ش برای خواندن می آوردن و میپرسید که چی عمل داشتی، چی عمل اسلامی داشت، خدا پرست بود، عابد بود یا نبود. مثل امروزه وری نیست 40 سال 50 سال نماز نخوانده، یک عمر گشت از حیوان وری میورن جنازه‌ش بخونه میره. بعد چی میگیم؟ آدم بی‌آزار بود. این دیگه هیچ، نه نماز در روزه نه طاعت، هیچ فایده نداره. جنازه با او، جنازه با او فایده نداره. جنازه برای مسلمان فایده داره، اگر چند جنازه چنین کنیم فایده با او نداره. بعداً حضرت عمر بن خطاب سوال میکرد چی عمل داشت؟ اگر عملی بد شمیشینید جنازه او را حضرت عمر نمیخون، هرگز. میگو ختون میدونی نمید مرده و جنازه. عمر بن خطاب خلیفه اسلام شد، حذیفه یمانی را دعوت کرد. گفت حذیفه گفت تو بگو که همون منافقا کی هستند در مدینه که من بشناسمشون که تو قطعی پیغمبری خدا میدونستی؟ حذیفه یمانی گفت که این یعنی که سیر یک کس که به تو گفت امانت میشه، او را در دیگر کس نمیگوی، او را که بگوی خیانت میشه. بعدا حضرت عمر بن خطاب نگاه میکرد کدام کسی که میمرد در جنازش، اگر حذیفه یمانی اشتراک میکرد اینم اشتراک میکرد، اگر حذیفه یمانی اشتراک نمیکرد اینم اشتراک نمیکرد که جنازه منافق است. گفتن این آیت 84 سوره توبه در حق همین نازل شدگی است که جنازه منافق خوانده نشد. خب دیگر سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، بسیاری مردم ما حاضر سیتکه های سلفانی رسم های دختران برهنه را استفاده میبرند. التماس در این باره یک چند سخن کنید. البته این هر کسی که از سیتکه ها را استفاده میکنه گناهش در کله همون سوداگرای ما است. همون سوداگری که رفته همون صورت نیم برهنه را میگیره میاره، آخه خیلیش تای همون پیشش بستگی دیگه، میانش نافش هم پیش پس شهویه، همون را در خانت میبری، زن داری، دختر داری، مادر داری، کیلن داری، همون را نمایش داده به قد کوچه میبری میاری. این چی جای اسلام داری هستی؟ گناه همه در گردن همون سوداگر هست که اون را گرفته میارن. نمیشه که به صورت چه بگیری بیاری. میلیاردها سال به صورت همون سیتکه ها را مردم استفاده بود، نمرد. امروز کم صورت ها را نخره میبره. این گناهش در کلای سوداگرای تاجرها احتیاط کنید نیارن چیز صورت داره، لباسای صورت داره، سیتکه های صورت داره نیارن. حتی دفتر طلبه مکتب میگیری میبینی صورت یک عرصه نیم برهنه یا لیچ کردگی. از صنف یک دو او چی میشود؟ از صنف یک دو تبلیغ فیسق با او بیچاره میکنن.
خب احتیاط کنین یا را نیارین. دیگر گفته است که من در مکتب میخونم و ما با یک چند همصنفمون خب مسلمانیم، هم مسلمانیم. معلم ما را با دیگران نمونه نشون داده، به داملاتون رحمت میگوید. گفت در پیش هم هستیم. از طرف ما و مادرم به شما تشکر. البته که خداوند جل جلاله توفیق برادرها را زیاد کند، از علم لدنی خدا نصیبشون بگرداند و او معلم هم خداوند عمری درازی با برکاتش عطا کند که قدر مهنت الله ما را میدونست است. این بسیار کمی ده. یکم بار ما خیلی میخونیم که معلم طرفداری کرده است که داملا سخن خوب میگه و تربیت میکنه. دیگر نمیکنن، دیگر به طور حکمای کردگی ما را با دروج بیکار میکنن.